Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you're doing well. I'm Nushin and in this video I'm gonna teach you the second unit of Oxford Word Skills. You can find the first video on my YouTube channel. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به چنل یوتیوب من. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من نوشین هستم و تو این ویدیو میخوام بهتون درس دوم کتاب آکسفورد ورد اسکیلز رو یاد بدم. درس اول رو میتونید تو کانال یوتیوبم پیدا کنین. لینکش هم داخل دیسکریپشن براتون میذارم. اگه دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اولین نفری خواهید بود که میاد ویدیوهای منو میبینید، لذت میبرین و کلی مطلب آموزشی خفن ازش یاد میگیرین. Are you ready? Let's go. عنوان درس دوممون بچه‌ها هست grammar words، یعنی لغات گرامری. منظور لغاتی هست که توی گرامر خیلی برای ما اهمیت داره و شما حتما به عنوان یک زبان آموز مبتدی باید این درس رو به خوبی یاد بگیرید. چرا؟ وقتی که شما به یک کلمه برمیخورید که معنیش رو نمیدونید، مجبور میشید که به ناچار توی دیکشنری چه آنلاین چه از داخل کتاب برید دنبال معنی اون لغت بگردید. همزمان که معنی اون لغت رو سرچ میکنید، باید به بقیه جملات و مثالهایی که یا توضیحاتی که در مورد اون کلمه زده هم توجه کنید تا خوب بتونید اون کلمه رو به خاطر بسپرید و کاربردها و معانی مختلفش رو یاد بگیرید. یکی از چیزایی که شما باید در مورد لغت‌ها یاد بگیرید این هستش که چه نقشی تو کلمات توی جملات میتونن بپذیرن اون کلمات. مثلا اینکه اون کلمه اسم، غیر، صفت و غیره. پس این درس باید براتون خیلی مهم باشه و سعی کنید حتما این ویدیو رو چندین بار تکرار کنید در فاصله مختلف که خوب تو ذهنتون بمونه. اولین جمله که اینجا میبینیم میگه read this short text، که میگه این متن کوتاه رو بخون. An old woman walked slowly up the hill. On the way she spoke to a little boy. Good morning, she said. خب میگه که یک خانم مسنی داشت به آرومی از روی تپه بالا میرفت. Walked up slowly the hill. On the way توی مسیرش she spoke to a little boy، با یه پسر کوچیکی داشت صحبت میکرد. Good morning, she said. گفتش که صبح بخیر. حالا این سمت نگاه کنین. میگه there are 8 words in the first sentence. میگه تو جمله اول 8 تا کلمه وجود داره. بریم با هم نگاه کنیم. این جمله اول ما هستش. 8 تاش کدومه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. پس توی جمله اولمون 8 تا لغت وجود داشت. بعدی میگه walk is a regular verb. The past simple is walked. حالا یعنی چی؟ بچه‌ها ما تو زبان انگلیسی فعل هامون دو دسته میشن. اونهایی که regular هستن و اونهایی که irregular هستن. اینا با قاعدن، اینا بی قاعده. با قاعده ها یه سری قانون دارن، اینکه اون فعل رو باید یک ایدی بهش اضافه کنی که از حالت فعل بیس و فعل سیمپل پرزنت تبدیل بشه به سیمپل پست. بی قاعده ها هیچ قاعده و قانونی ندارن، هیچ فرمولی ندارن. باید چیکار کنیم؟ باید اینا رو حفظ کنیم و هیچ راه جایگزینی براشون وجود نداره. پس با قاعده ها اونایی که یک فرمول دارن، برای اینکه بخوایم اینا رو تبدیل کنیم از سیمپل پرزنت به سیمپل پست باید تهش ایدی بیاریم. اونایی که ایرگولار هستن هیچ قاعده و قانونی ندارن و فقط باید اینا رو حفظ کنیم. خب پس داره میگه که walk is a regular verb، یعنی کلمه فعل walk یک فعل با قاعده هستش و simple past یا past simpleش میشه walked. یعنی من اومدم به فعل walk یک ایدی اضافه کردم، شد walked و شد simple past. این شد قاعدش. حالا speak is an irregular verb. The past simple is spoke and the past participle is spoken. همونطور که گفتم یه سری فعلا با قاعدن، یه سری فعلا بی قاعدن. speak از اونایی که بی قاعده یا irregular هستش. و چجوری میشه؟ speaked دیگه نمیایم speak رو به علاوه ایدی کنیم. این روش اشتباهه. باید چی کار کنیم؟ spoke میشه. چجوری فهمیدم؟ هیچی، باید حفظش کنم.
ما 3 دسته داریم برای هر فعل. هر فعل 3 حالت بچه ها داره. یکی حالت سیمپل پرزنته. بذار من این پایین بنویسم. پرزنتشه، سیمپل پستشه و پست پارتیسیپل یا پی پی هستش. همه فعل ها این 3 دسته رو دارن. مثلا میگم go، went، gone. اینا چی هن؟ باید حفظشون بکنیم. irregular هستن. الان speak هم همینطور. speak، spoke، spoken. اوکی؟ پس شکل simple present، شکل simple past و شکل پی پی. اینا رو باید حفظ کنیم بچه ها. راه حل دیگه ای نداره. اینا جزء بیقاعده ها هستن. و the past participle is used to form the present perfect. حالا ما past participle رو کجا استفاده میکنیم؟ برای زمان present perfect، برای گرامر present perfect، که چون اینجا من قرار نیست بهتون هیچ گرامری یاد بدم، فقط از روش میگم و رد میشم. ساختار present perfect بچه ها چی هستش؟ جمله که من بخوام با present perfect بیارم بچه ها، باید subject هم بیارم که با هم دیگه یاد میگیریم subject چیه. با توجه به subject هم باید have یا has بیارم به علاوه PP و ادامه جمله. به این میگیم present perfect. خب perfect این میشه ساختار present perfect. سابجکتمون یعنی فاعلمون با توجه به فاعلمون have یا has و شکل سوم فعل و ادامه جمله. دیگه من ازش میگذرم چون که درسمون گرامر نیست، درسمون لغت هستش. یه مثلا اینجا آورده سوالی کرده، گفته have you spoken to the doctor today؟ یعنی امروز با دکتر صحبت کرده ای؟ بریم ادامه جمله. حالا بیایم پایین تر. میگه look at، بذاریم فعال کنم. خب look at the different parts of speech. parts of speech چیه بچه ها؟ parts of speech رو میخوایم با هم دیگه اینجا یاد بگیریم که خیلی برای ما مهمه تو این درس. یک جمله اولی که ما داشتیم رو an old woman walked slowly up the hill رو اومده تجزیه کرده برای ما و میخواد part of speech یعنی نقش کلمات رو توی این جمله به ما یاد بده. an old woman walked slowly up the hill. an چی هستش بچه ها؟ indefinite article. ما article داریم تو انگلیسی کلن. article چی هستش بچه ها؟ حرف تعریف هستش. ما 3 تا حرف تعریف بیشتر تو انگلیسی نداریم. ا، ان و د. این 3 تا شد حرف تعریفی که ما تو انگلیسی داریم و بیشتر از این 3 تا دیگه نداریم. فقط همین 3 تا هستش. خب چه فرق بین اینا وجود داره؟ ا و ان و د این 2 تا با هم میرن تو یک دسته، این میاد تو یه دسته جدا. اینا رو میگیم indefinite article. این 2 تا رو میگیم indefinite article یعنی حرف تعریف نامشخص و این رو میگیم definite article حرف تعریف مشخص. حالا این یعنی چی؟ ببینیم بچه ها، من میخوام بگم با یه مثال میخوام این قضیه رو براتون جا بیندازم. خیلی باز توش داخلش نمیرم به خاطر اینکه باز جزء مباحث گرامری و من نمیخوام که تو این جلسه بهتون گرامر تدریس کنم. صرفا قراره که با هم دیگه چند تا لغت خوب یاد بگیریم. خوب به مثالی که میزنم دقت کنین که فرق indefinite article و definite article رو متوجه بشید. مثلا بچه ها من میگم yesterday I went to a restaurant. خب میگم که چی؟ من دیروز رفتم به یه رستورانی. یه رستورانی، شما نمیدونی چه رستورانی، صرفا من گفتم دیروز رفتم به یه رستورانی. اینجا چی؟ بر ما نامشخصه، شما نمیدونی چه رستورانی، برای همین من از حرف تعریف ا استفاده کردم. بعد در ادامه همین جمله میگم the restaurant was great. چرا من اینجا از د استفاده کردم؟ شما الان دیگه این رستوران رو میشناسین. کدوم رستوران؟ همون رستورانی که تو جمله قبلی گفتم. پس وقتی اولین باره که ما داریم یه چیزی رو برای یه نفر
برای یه نفر یا چند نفر توضیح میدیم باید از حرف تعریف نامشخص استفاده کنیم. وقتی یک بار دیگه اون رو گفتیم در ادامه دیگه از حرف تعریف مشخص استفاده میکنیم، یعنی برای بار اول از ا یا حالا ان استفاده میکنیم، برای بقیه موارد از د استفاده میکنیم. پس فقط نکتهش اینه که برای دفعه اول من باید حتما از حرف تعریف نامشخص استفاده کنم برای بار اول، برای بقیه موارد از حرف تعریف مشخص استفاده میکنم. حالا اینکه من او کجا بیارم، ان رو کجا بیارم، باز داستانش فرق میکنه. ساده ترین قانونی که تقریبا میشه گفت همه جا میتونین پیداش کنین این هستش که اگر من یک کلمه ای داشته باشم، ببین کلا حرف تعریف باید قبل از اسم بیاد، یعنی آرتیکل باید قبل از اسم بیاد. اوکی، اسم رو نگاه میکنم، اگر حرف اولش A, I, O, U و ای داشت از حرف تعریف ان استفاده میکنم. اوکی، پس اگر آرتیکل گفتم ا و ان و د همشون قبل از اسم میان. خب اگر بار اول باشه باید ا و ان بیارم. حالا کدومو بیارم، ا یا ان؟ نگاه میکنم به حرف اول کلمه خودم، A, I, O, U و ای اگر باشه ان. در غیر این صورت از ا استفاده میکنم. بارهای بعدی دیگه فرقی نمیکنه که حرف اول کلمه من چی هستش، در هر صورت باید از د استفاده کنم. سعی کردم که بچه‌ها براتون ساده ترین حالت ممکن رو بگم که دیگه گیج نشین و حداقل به کارتون بیاد. ولی خب خیلی این گرامر پیشرفته تر از این حرف هاست بچه‌ها. جلسه آموزش حرف تعریف رو بچه‌ها به صورت رایگان گذاشتم داخل کانال تلگرامم، میتونین وارد کانال تلگرامم بشین و این جلسه رو که هیچ چیز اولوش نیم ساعت هست به رایگان تماشا کنید. خب تا اینجا ما چی یاد گرفتیم؟ indefinite article. فهمیدیم که ان یک آرتیکله که گفتیم آرتیکل ما دو دسته است، indefinite نامشخص و definite مشخص. رسیدیم به کلمه old. old بچه‌ها به معنی چی هستش؟ مسن، بعدی که سندار هستش. adjective یعنی صفت. احتمالاً شما اگر سرچ کنید اینطوری هم ببینید، adjective رو اینجوری هم می نویسن، مختصر شده این میشه این مورد. کلمه بعدی woman اسم یا noun هستش که با n خالی هم نشون میدیم، مثلا مختصر noun n، مختصر adjective adj هستش. یه نکته اینجا وجود داره، ما توی زبان فارسی بچه‌ها میگیم زن مسن، درسته؟ یعنی اول زن بعد مسن میاریم. تو انگلیسی اینا اول صفت میارن بعد اسم میارن، ما اول اسم میاریم بعد صفت میاریم، اونا برعکس ما هستن، اول صفت میارن بعد اسم میارن. گفتم که حرف تعریف باید قبل از اسم میاد. اگر اون اسم من صفت داشته باشه حرف تعریف رو میندازه عقب‌تر، یعنی حتی قبل از صفت، یعنی اول حرف تعریف بعد صفت بعد اسم. این از این که اینا رو من بازم تو جلسه رایگان گرامری که داخل کانال تلگرام هست گفتم. میریم سراغ لغت بعدی، واکت همونطور که این بالاتر هم اشاره کردیم جز افعال با قاعده هستش که یه ایدی گرفته شده واکت، یعنی واک بوده شده واکت. و میریم سراغ بعدی slowly بچه‌ها ادورب یا قید هستش، اینطوری هم نشونش میدن adverb adv adverb. قید فرقش با صفت چه بچه‌ها؟ صفت ها یعنی adjective ها اسم ها رو توصیف میکنن، adverb ها فعل ها رو توصیف میکنن. فعل رو با وی هم نشون میدیم. پس فرقشون چیه؟ هر دوشون توصیف کننده هستن، اما صفات اسم رو توصیف میکنن، قید ها فعل رو توصیف میکنن. سراغ کلمه بعدی بریم، آپ بچه ها اینجا چه نقشی داره؟ preposition هستش. preposition یا حرف اضافه که ما تو زبان انگلیسی یه عالمه حرف اضافه داریم، اونا رو هم بچه ها باید حفظ کنیم، یعنی هیچ راه جایگزین و میانبری وجود نداره که بخوایم یه جوری ردش کنیم بره، فقط باید اینا رو حفظ کنیم. خب رسیدیم به کلمه بعدی د. بچه ها همونطور که گفته بودم حرف تعریفمون بود ا، ان و د. اینجا شد indefinite article، اینجا هست definite article، مشخص هستش. این از این. و هیل هم بچه ها noun هستش مثل woman که اومده اینجا دیگه تکرارش نکرده. کل این چیزی که ما الان خوندیم و با هم تجزیه تحلیل کردیم رو میگیم یک جمله، a sentence، یک جمله.
بریم پایین‌تر جمله بعدی رو با هم دیگه تجزیه تحلیل کنیم. خب جمله دوم بچه‌ها چی میگه؟ On the way she spoke to a little boy. Good morning she said. خب on the way چی هستش بچه‌ها؟ on the way یک فریز هستش. فریز ها چیا هستن؟ فریز ها در فارسی بهشون میگیم اصطلاح. یک سری اصطلاحاتن، یک سری فریزی هن که با هم دیگه باید ترجمهشون کنیم، نه جدا جدا. الان on the way کلاً به معنی چیه؟ در طول مسیر. مثلا میگه در طول مسیر با یک پسر کوچیکی حرف زد. spoke to a little boy. گفتم شی بچه ها چیه؟ شی اینجا pronoun هستش. pronoun یا ضمیر هستش. گفته بودم ما یک سابجکت داریم. سابجکت بچه ها به معنی فاعل هستش که SUB می نویسیمشون. فاعل ها خودشون دو دسته میشن، یا اسمن، مثلا میگم علی، مثلا میگم مینا، حالا هر اسمی ایرانی یا خارجی فرقی نمیکنه، یا ضمیرن یا همون پروناون بهشون میگیم. ضمیر تو انگلیسی چه هست؟ I, you, she, he, it، یه دونه یو جمع، یه دونه we، یه دونه they. یه دونه یو به معنی توه، یه دونه یو به معنی شما هستش. این مفرده، این جمع هستش. من، تو، او، سه تا او داریم، او یه خانم، او یه آقا، او یه حالا حیوان یا اشیا. یه دونه یو شما داریم، وی به معنی ما و دی به معنی آنها. به این دو دسته میگیم فاعل. پس فاعل ها تو زبان انگلیسی یا اسمن یا ضمیر یا پروناون هستن. اسم ها که مشخصه، ضمایر هم که الان با هم دیگه یاد گرفتیم. پس on the way she spoke to a little boy. spoke گفتم که چه؟ فعل بیقاعده هستش، با هم دیگه یاد گرفتیم. a little boy. بچه ها چیه؟ حرف تعریف indefinite هستش. and indefinite article. a little boy ما نمیدونیم چه پسری بوده، با یه پسری داشته صحبت میکرده. یه پسر غریبه که ما نمیشناسیم، برای همین از حرف تعریف نامشخص اومده استفاده کرده. چون که کلمه بعدی ما a little boy a I او یو و ای نداشت، برای همین از ان استفاده نکرده، از ا استفاده کرده. a little boy. little adjective بچه ها و boy noun هستش. گفتم adjective قبل از اسم میاد و آرتیکل هم قبل از این دوتا میاد. good morning هم یک فریز هستش بچه ها، باید با هم دیگه معنی کنیم به معنی صبح بخیر. she said. she بچه ها pronoun، اینجا هم با هم دیگه دیدیم she pronoun و said هم verb هستش. بریم پایین تر با هم دیگه تمرین ها رو حل کنیم. سوال اول میگه چی؟ circle the correct answer، یعنی دور جواب درست خط بکش. بیاین اصلا خود این جمله رو ما با هم دیگه تجزیه تحلیل کنیم. circle فعل ما هستش، فعل دستوریه، میگه خط بکش. the correct answer، the definite article، correct answer noun و correct چی هستش؟ adjective جواب درست. پس دور جواب درست میگه خط بکش. برامون یه مثال هم زده، با هم دیگه بخونیم. a and the are adjectives or articles. صفت هستن یا حرف تعریف که من بهتون گفتم a and the جزو حروف تعریف هستن، پس دورش رو خط کشیده. بریم با هم مورد اول حل کنیم. a and an are definite or indefinite articles. کدوم مورد هستن؟ بهتون گفته بودم ما دو دسته داریم، definite indefinite، که اینا جزو دسته مدادم رو بیارم indefinite article میشن. مورد دوم woman is a noun or adjective که با هم دیگه کار کردیم. زن اسم هستش نه صفت. up is a preposition or pronoun، حرف اضافه است یا ضمیر هستش که ما میدونیم up preposition هستش بچه ها. و چهارمی have is a irregular or an irregular verb، regular یا irregular. یه نکته اینجا بهتون بگم، اینجا از حرف تعریف a استفاده کرد، اینجا از حرف تعریف ان. چرا؟ کلمه‌شو نگاه کن، اولین حرف کلمه بعدیش I بود. گفتم a I o u e بیاد از حرف تعریف ان استفاده میکنیم. اینجا مثالشو دیدیم. حالا have is a regular or an irregular verb که گفتم اگر بخوایم ببینیم نگاه میکنیم که آیا این از قاعده ایدی تبعیت میکنه یا نه، که میدونیم نه، گذشته have میشه had، پس از این قانون تبعیت نکرد، پس irregular هستش. بیایم این سمت.
شماره 5 He and she are nouns or pronouns. آیا اسمن یا آیا ضمیر هستن که ما میدونیم ضمیر هستن. براتون ضمایر رو نوشتم. Go and do are verbs or nouns. Go and do. Go یعنی برو، do یعنی انجام بده. انجام دادن و رفتن فعل میشن یا اسم میشن؟ فعل میشن. هفتمی badly and happily are adverbs or adjectives. یه نکته اینجا وجود داره بچه ها. اگر یکی از حالا قوانینی که اینجا وجود داره، اگر من به یک ادجکتیو پسوند الوای اضافه کنم، مثلا bad یک صفته، اگر بهش الوای اضافه کنم بشه badly، اینجا دیگه این صفت نیست، میشه adverb. اینا adverb هستن بچه ها، یعنی قید هستن که فرق صفت و قید هم بهتون گفته بودم. صفات اسم رو توصیف میکنن و قیدها فعل ها رو. Gone is the past simple or past participle of the verb go که دقیقا بالاتر همینو براتون مثال زدم. Go, went, gone. Gone past participle یا شکل سوم فعل من هستش. بریم با هم دیگه تمرین دوم رو حل کنیم. به نظرم تمرین دوم خیلی تمرین قشنگه. یادتونه بالاتر اومده بود جمله رو تجزیه تحلیل کرده بود برای ما. اینجا از ما میخواد که ما این بار جملات رو تجزیه تحلیل کنیم و این خیلی به نظرم برای ما میتونه مفید باشه که این روش رو یاد بگیریم. خیلی برای ما کاربرد خواهد داشت تو آینده بچه ها. Find the answers for each sentence. میگه جواب رو برای هر جمله پیدا کن. یه مثال برای ما زده. اول جمله رو بخونیم. I have an English lesson now. I have an English lesson now. خب میگه وربش چیه؟ ورب چی بود؟ فعل. فعل ما اینجا چیه؟ have. حالا شماره 1 a pronoun. pronoun چی بود؟ ضمیر. ضمایر رو من میدونم، پس اولین چیزی که من میبینم چیه؟ I. شماره 2 an indefinite article. حرف تعریف نامشخص. حرف تعریف نامشخص بود a و an. من کدومو دارم؟ I have an English lesson. پس می‌نویسم an. A noun یه اسم میخواد از من. نگاه میکنم I have an English lesson now. خب English lesson چی هستش؟ noun. بریم جمله بعدی. There's a young man from Rome in the class. میگه یه مرد جوون اهل روم تو کلاسه. خب شماره 4 میگه adjective. از من میخواد چی؟ adjective پیدا کنم. adjective چی بود؟ صفت. young man. من noun. young چیه؟ adjectiveشه که قبلش اومده. young man. شماره 5 a preposition. preposition چی بود؟ حرف اضافه. حرف اضافه های ما چی بود؟ there is a young man from Rome in the class. from و in. from و این هر دوشون حرف اضافه هستن. شماره 6 an indefinite article. دوباره از من یک حرف تعریف نامشخص میخواد که این دوتا بود. کدومشون رو دارم؟ there is a young man from Rome in the class. میدونم که the definite indefinite نیست، پس اینجا باز باید بنویسم a. بریم جمله بعدی. this morning he asked a question and he spoke very quietly. خب adverb یا از من میخواد. adverb چی بود؟ قید بود. he asked a question. he spoke very quietly. quietly بچه ها quiet adjective بود که به علاوه الوای شد و adverb رو برای ما ساخت. اینجا می نویسم ای بابا quietly. خب شماره 8 an irregular past simple. past simple irregular از من میخواد که جزء فعل بیقاعده میشه. خب بیقاعده های ما چی بود؟ spoke. asked ایدی گرفته پس بیقاعده نمیشه. اینجا می نویسم spoke. شماره 9 حالا irregular past simple که من اینجا پیدا کردم asked. شماره 10 a phrase. یک phrase از من میخواد بچه ها. phraseی که من اینجا میتونم پیدا کنم چی هستش؟ this morning. this morning. بریم سراغ جمله آخرمون. جمله آخر رو با هم بخونیم. I think he's in the wrong class. من فکر میکنم که اون توی کلاس اشتباهی هستش. خب از من یک noun یا اسم میخواد. اسم من چی بود؟ I think he is in the wrong class. class اسمه. verb میخواد. he is.
و I think. پس من 2 تا فعل اینجا دارم. من فکر میکنم اون هست داخل کلاس اشتباه. پس 2 تا فعل دارم. یکی think به معنی فکر کردن، یکی هم is که to be verb من هستش. و شماره 13 یک adjective یا صفت از من میخواد. گفتم که class noun، قبلش هم adjective اومده، پس میشه wrong یعنی اشتباه. شماره 14 a pronoun یا ضمیر. من یه دونه I دارم، یه دونه he دارم. اینجا میخوام he رو با بزرگ بنویسم، فرقی نمیکنه. یه سنتنس یا یک جمله از من میخواد. کل این بچه ها میتونه جواب اینجای ما باشه. کلش یه جمله است. I think he's in the wrong class میشه جواب سوال 15. بریم با هم دیگه تمرین سوم رو حل کنیم که تمرین آخرمون هم هست. بچه‌ها تو تمرین سوم به ما میگه که چی؟ What are the parts of a speech for the other words in the text at the top of the page. میگه تو بالای صفحه اون جمله دومی که بودش. میگه حالا کلمات دیگه نقششون چیه؟ Part of a speechشون یا نقششون تو جمله چیه؟ و از ما میخواد که اینا رو بنویسیم. جملهش این بود: On the way که اینجا یک کاما میگیره. She spoke to a little boy. Good morning she said. میخوایم اینو با هم دیگه دوباره تجزیه تحلیل کنیم. خب هیل که جمله اولمون بود اسم بود هیچی. On the way میخوام ببینم on the way گفته بودم که با هم دیگه یک فریز هستش، اما خود کلمه on چه نقشی داره؟ اینجا حرف اضافه یا preposition هستش، میشه preposition. د چه معنی میده؟ اینجا د گفتم a and the article هن که اینجا میشه definite article. خب way چه معنی میده؟ اسم هستش بچه ها. on the way اسم نونه. spoke گفتم یک فعل past simple past که از نوع چی هستش؟ irregular هستش. irregular. تو دوباره چی میشه؟ تو میشه preposition یا حرف اضافه. بچه ها ما بی نهایت حرف اضافه داریم تو زبان انگلیسی. preposition. و یک دونه عقب. خب ا چی میشه اینجا؟ ا هم با هم دیگه کار کرده میشه indefinite article. little boy. little میشه کوچیک، پس adjective من میشه. boy میشه noun من. she pronoun یا ضمیر منه. اینو بد نوشتم. pronoun منه یا ضمیر من هستش. و said بازم فعل گذشته هستش که میشه کل جمله من و جمله هم تموم میشه. she said. امیدوارم که این درس بچه‌ها براتون مفید بوده باشه و نکات خوبی رو ازش یاد گرفته باشین. ترجیحاً بچه‌ها خودتون اول تمرینا رو حل کنین و بعد بیاین جواباتون رو چک کنین. امیدوارم که لذت برده باشین. منتظر جلسات بعدی باشید.